خوش اومدین به یه لیت پلی از بازی کرایو به همراه محمد انگر. آقا عرض ادب و احترام. بله امروز می‌خوایم بریم دوباره یه بازی ترسناک دیگه. بالاخره سلطان بازی ترسناک اینجا نشسته، یعنی الان نشستن. آره نشست. و خب آقا داستان این بازی چیه؟ ما یه بفرمایید تیم آقا. تحقیقاتی هستیم که حالا یه بله ایستگاهی بوده، یه ایستگاهی توی قطب جنوب که انگار یه سری گزارش‌های نامعمول یا مثلا گزارش‌های خیلی شخمی داشته و ارتباط با مرکز قطع شده که ما باید بریم اونجا و ببینیم چه اتفاقی افتاده آره، و اینکه بدون تجهیزاتی یکم برام جالبه یعنی و تفنگی همون دو چیزی نداریم تو نفری بازی؟ آره هیچ تفنگی چیزی نداریم. نمیدونم، ما که ایده‌ای ندارم، ولی آخه الان که چیزی نداریم. مرسی. اوه مدکیت، بیا مدکیتو تو گلو استیک چیز بردار. گلو استیک. افو بزن فلش لایتت باز میشه. اف و همچنین چرا کوچیک نور هست. نمیده انگار مثلا میچوسی. آره دیگه، فکر کنم ایشالا دو بازی فرشته که اینا چی گلو هستی؟ استیک داریم دیگه. بس او بیا اینجا حاجی در میتونیم باز استارت نمیشه، کنیم. در باز. سکیوریتی میخواد حاجی، سکیوریتی بیا اینجا. اینجا آره میتونیم استارت کنیم. دلتا 7 نورمال ایزی یه حاجی میخوای. نورمال بریم دیگه. چون آره دیگه زشت اصلا دیگه بهمون نمیخوره. ما مال اوه هارد که نیستیم. نه مال هارد که گو بخوریم. چه سریع رفت بازی. آره خب او چه لگی میزنه پشم. چرا با قطار میریم تو قطب جنوب؟ البته تو قطب جنوب بودیم ولی چرا با حسابت هم قطار میریم؟ بچه من همه ترجمه اینا رو براتون میذارم. ای خودم اتسو حاجی که اینجا مرده. اینا همین الان فلش کشتیم خوردیم بهش. به فکر نکنم. نازم. مرس عالیه. او چه فندک. فلش داره، چه فلش داره، چه تخمی. این نقطه واله کوچولو باز میکنه با. خب فلشه تمیه دیگهش. اینجا که فکر کنم بومبسته. بابا ما یه چراغ به هم خریده بود، روشن میکنه خونه روشن میشد که روز. بیا بره بیا در او سکیوریتی اکسسوار میخواد. میخواد. سکیوریتی که نه. اکسسوار. سکیوریتی چپ یا در راست؟ این وره یا بریم چپ. چی نوشته؟ استیرز. استیز پله ها بچه اتا یا نوشت استارت رو یه دفعه کم بازی چیزه. والا همچنان پله. حاجی صدا پا مرس همونجا بود. از این ور. آها بیا این ور. خب کس خود از اینجا همینجور. نه اینا استیرز داداش، استیرز اینجاست. آقا نمیخواد. بذار اینجا رو بگردیم. چرا بیا باتری داره. نوت. چیه؟ چی رو نوتو بخون. او تب فایند سامپل لابوراتوری لابراتوریز یعنی آزمایشگاه. آره ببخشید دوستان من کاری یه نمونه سامپلز. از آزمایشگاه پیدا آره کن. سمپلا رو بگیر. آره سامپل ها رو پیدا کن. فکر کنم حاجی چیز اینجا آلوده شده، ما باید پیدا کنیم مثلا راه نه که اینجا رو داداش خوب اوکی همین کنیم. الان داستان بازی گفتم. مرسی. او خطر نه علامت خطر روش. نه دیگه داداش علامت خطر چی؟ خوب خودشم خواهی نمیکنه جلو بازی کنم. او این که بیا همون. برگام برایز تو به مردی نظر باید بریم بری اونجا جلو. رو بگردیم بعد بیایم. بذار اونجا رو بگردیم بعد بیایم. اوکی باش. این بازی خیلی به صدا حساسه واسه زن. اصلا رامیری صدا ایجاد میکنه. اوکی. او به نظرم بشینیم و بریم. یه پیسیه. دوباره فلش لایت. سنا باید سلامت.
اینجا میشه قایم شد. سنه بسازیم این پوتیتو درست چه میشه. خب کجا ایزم؟ اینجا میشه قایم شد آجی. هیت گوند چه تاریکه آجی. به میکروفون خدا چه بازی به میکروفون وصل نیست. بشین رو برو نظر من. محمد وقتی فلش رایت گرفتی یه جا اون دکمه اف هم بزن بیشتر صدات یه روشن دقیقه میکنه. تو گیم اومد. من کجا نه درست. آها آها صدا. وی رو بگیری صدا تو گیم میاد. اوکی. آقا ببند ولش کن نمیخوام صدا. این کیره خر. چیه کیره خر. وی این چیه آقا بیا دیگه. سید نوت دیگه استیشن دیتا 2005 آها آها دلتا همین میگه که پرینتر پیدا کن و ریسرچ ببین چقدر میشن داره بابا. بریم میشن رو انجام بده. من لابراتوری کدوم برای کنم داره. خیلی بازیش تو همه. من نشستم من ای حرف زد. فکر یا کردم خدا بشین یه گوشه رو نگاه کنی کاری نداره. یا خدا چی بود خیلی سخته. من در پشتمو میبندم دیگه از این بعد. نه چیزی اینجا نی چیزی نی من داره پر میکنم. بیا بیا بسم الله. چی؟ بریم بیا دیگه. بیا فرس ای خالی کی. پای اکشن این بی چی؟ در اینجا بی در اینجا پسر بیا باز کن بریم. برو ایزم برو ایزم این فلش لایت اوجی فاک بشین آمد برو دیگه من چه همیشه من باید در رو درست کنم. بشی بس خب بابا من اینجا خرگوش دارم میترسه داد بزن فرقی کیرم. هست فرق سایزم الان که در رو باز کنی از پنجرهش میده ای حیوان. بس خدافز. نه بشی رانر ساده جدن. فلاش دیتا خاموش کن. وای دوتا چش سفید دیدم نه احمق خاموش کن فلاش دیتا. خاموشه بریم آجی بریم توخ بذار کجاست یارو؟ یارو صدا اومده بود قدمو شنیدم. منم شنیدم بابا کس خدا وایساده. نه خب اوور وایساده بود داخل وایساده بود کجا بود دقیقا من ندیدمش. زود فرق کنم. بریم برو خرگوش دارم میترسه برو چپ برو چپ آروم انگور آروم ببخشید بیا. ترسیدی ببخشید انگور ببخشید فلش لایت خاموش خاموش. آی خاموش. خاموش کنه فهم آجی بگاه آجی رانر هی برو وایسا. بسونم صدا قدم میاد وایسا. تو دراپ کردی ای وای
یا فرقا دیگه ریسرچ کوچولو بیا ریسرچ. این ناموس تو گاهی چی شد؟ صداش خیلی بد بود. ای، پوشیده نگاه پوشیده نگاه. من پشتم. میگم من میگم به صلاحمونه که در رو پشتمون ببندی. بله بله. این چیزی بر قرمزا. ولی یا اول فصل یو خود کی توخ داره داره میاد بره داره توی میاد در رو. ببند ببند ببند. اوخ سگ خدایی این داشت میومد. داره میاد بابا صدا قدمو شنیدم. بابا با توی بازی داره چیکار کنیم؟ بابا خیلی قویه یارو نمیشه اما خد قایم شد وایساد بری کرد. بابا وای میسیم میگیره راه میریم میگیره. خاموش میکنی میگیره باجی سر میخوای میذاره. میخوای داخل کی داره. بیا 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 سرور روم اینجا بیا داخل اینجا. نه اینجا آخه سرور ریسرچت با رومه. اونجا میمونی. با این سکیوریتی آجی سکیوریتی. بشین هی وایسا داره میاد. نه داداش کسی نمیاد. خاموش بابا هم زاده. یا خدا آجی گرفت بابا نمیشه از قایم شد. آقا این بازی فاید نداره آجی. آجی نمیشه قایم شد. آقا نمیتونیم کارو بکنیم. نمیشه اصلا بقا یا کمیم یا چیزی. خب آقا این بود از لیتس پلی بازی کرایو با اینکه تخمی ترین بازی که تو عمرم بازی کردم این بازی زیبا بود. آقا واقعا من ببین یعنی قشنگ جلوی انمیا وای میستادی صدا در نمی آوردی. میزدم نمیدونم هر آقا اصلا صورت. برو میگه هر کاری میکردی یارو میگرفت. یعنی واقعا نمیدونم یا ما کم بودیم یا ما من کسخل بودیم. ندادش اصلا هر کاری کنی میگیره 5 نفر ما داخل دستشویی قایم شده بودم دستشویی آخه یارو یه من دید. گانم به ما ندادن آقا این طرفو بکشیم. ما الان نگاه کن الان ما از این لباسی که داریم انگار یه تیمی چیزی هستیم دیگه تیم دولتی هست باید یه گانی چیزی داشته باشیم. آقا کلت هم داشتیم خوب بود. ما فلش لایت هم اونجا پیدا کردیم ببین چقدر وقت خرابه. آه اون یه فلش لایت هم نداشتیم. این واقعا که تخمی ترین بازی عمرم همین بازی بود که رقم خورد. واقعا گرافیکیناش خوبه ولی اگه یکم آره درست حسابی تر درستش کردن. آقا اون تیمی که فکر کردن این بازی ساخته من فقط پیدا کنم برادر کاری نکرده اصلا. یعنی چی بهت بگم بعد تازه خلاص اپیزود که 2 بازی کامینگ کسشه سونه. خلاصه که بله بله خلاصه همین. آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. آقا محمد حرف آخرشون چیه؟ والله من به نظر من که این بازی خیلی تخمی بود ولی جالب بودی اون یه لیتس پلی پیش اومد بعدش بله مرسی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و خدافظ.